خدا به مسئله امروز ما خوش آمدید. مسئله امروزم بازم رادیکالیست. اگر گفته است آ برابر باشد به رادیکال چهارم رادیکال 6 منهای دو و بی برابر باشد به رادیکال چهارم رادیکال 6 به اضافه دو باشد، مقدار آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو منفی دو آ ضرب در بی به دو ای بی کل به طاقت دو ضرب در آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو مثبت دو آ ضرب در بی کل به طاقت دور از ما خواست است و دست بیاریم. خب برای دریافت یا برای ساده سازی از این که بخوایم این رو به دست بیاریم، خب این دو راه وجود داره. راه اول میتونیم رادیکال آ برابر است بر 4 رادیکال چهارم رادیکال 6 منهای دو یا بی برابر است بر رادیکال چهارم رادیکال 6 به اضافه دو را ساده بکنیم و بعد از ساده سازی قیمتش را در این حاصل ضرب سه عدد وضع کنیم. بعد از قیمت گذاری قیمتی که به دست می آید نتیجه امین حاصل ضرب است. راه دومش میتونیم از مطابقت استفاده از توان قوانین توان یا قانون طاقت استفاده کنیم که بعد از دیدگاه من قانون طاقت راحت تر میتونیم این مسئله را حل کنیم. طبق قوانینی که ما در طاقت مطالعه کردیم، اگر داشته باشیم آ به طاقت n زد در b به طاقت n برابر است برای، یعنی اگر طاقت ها یکسان باشد قاعده ها مختلف باشد برابر است برای از توان های مساوی یک تا گرفته میشه، قاعده هایش بین هم ضرب میشه. آزد در بی آزد در بی کل به طاقت n. این یک قاعده ای است که در طاقت وجود داره که در مسائل طاقت یا در مسائلی که به شکل حاصل ضرب به شکل توان وجود داره از این قاعده میتونیم استفاده کنیم. و حالا این مسئله بالای ما را این حاصل ضرب اگر بخوایم بنویسیم از آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو مثبت دو آزد در بی دو آزد در بی به طاقت دو ضرب در آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو منفی دو آزد در بی دو آزد در بی به طاقت دو است. حالا اگر این رو مقایسه کنیم با رابطه یک، توانهای از اینگاه یا طاقتهایشان یکسان است. اینم دو هست و اینم دو است، اما قاعده هایش مختلف است. یک اشاره منفی این قاعده ها را مختلف ساخته است. اگر با این رابطه یک مقایسه کنیم این قسمت حیثیت امون آ را داره و این قسمت کلن حیثیت امون بی را داره. ما به شکل حاصل توان میتونستیم بگیریم اگر داشته باشیم آ به طاقت n زد در بی به طاقت n برابر بود به آ زد در بی کل به طاقت n. ما طبق امین قاعده این ضرب میکنیم. حالا اینو می نویسیم آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو مثبت دو آزد در بی دو آزد در بی ضرب در گزینه دوم یا پرانتز دومش آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو منفی دو آزد در بی دو آزد در بی کلش به طاقت دو میشه. خب برای ساده سازی از این ما از حاصل ضرب استفاده میکنیم، از ضرب افاده ها یا ضرب سه عدد در سه عدد استفاده میکنیم. بعد از این جداگانه ضرب میشه. آ به طاقت دو ضرب آ به طاقت دو میشه آ به طاقت 4 میشه مثبت ضرب مثبت آ به طاقت دو ضرب بی به طاقت دو آ به طاقت دو بی به طاقت دو میشه مثبت ضرب منفی آ به طاقت دو ضرب دو آ به طاقت سه بی میشه حد دومش مثبت ضرب مثبت بی به طاقت دو ضرب آ به طاقت دو آ به طاقت دو بی به طاقت دو میشه مثبت ضرب منفی
بی به طاقت 2 ضرب 2 2a بی به طاقت 3 میشه. مثبت مثبت ضرب در مثبت بی به طاقت 2 ضرب بی به طاقت 2 بی به طاقت 4 میشه. حد سومش ضرب میکنیم مثبت، حد سومش اگر ضرب کنیم مثبت ضرب در مثبت ضرب در مثبت 2 آبی ضرب آن 2 آ به طاقت 3 2 آ به طاقت 3 بی مثبت ضرب مثبت 2 آبی ضرب در بی به طاقت 2 میشه 2 آ بی به طاقت 3 میشه. مثبت ضرب منفی 2 آبی ضرب در 2 میشه 4 آ به طاقت 2 بی به طاقت 2 بی به طاقت 2. این پرانتز بسته میشه، پرانتز را بسته، پرانتز یا ما قوس بسته میشه. توان کلی از این از 2 اونم می نویسیم 2. پس از اینجا نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم حدود مشابه از این جمع تفریق میشه. حدود مشابه آ به طاقت 4 دیگر ما نداریم، خودش می نویسیم آ به طاقت 4 مثبت آ مربع بی مربع اینجا داریم، همچنان آ مربع بی مربع اینجا داریم. خب مثبت آ مربع بی مربع مثبت آ مربع بی مربع 2 تا آ مربع بی مربع میشه. از 2 تا که از منفی 4 که 2 تاش کم شود میشه منفی 2 آ به طاقت 2 زد در بی به طاقت 2 منفی 2 آ به طاقت 3 بی داریم. مثبت 2 به آ به طاقت 3 بی تمام میشه. منفی 2 آبی به طاقت 3 داریم، مثبت 2 آبی به طاقت 3 تمام میشه. چیزی که اونجا باقی ماندی آخرش بی به طاقت 4 است، کل به طاقت 2. این رابطه را نامگذاری میکنیم، فرضاً این رابطه را نامگذاری میکنیم. رابطه دوم قیمت های آ را می نویسیم. آ برابر بود به رادیکال چهارم رادیکال 6 رادیکال دوم 6 منهای 2 6 منهای 2 و همچنان بی برابر بود برای رادیکال چهارم رادیکال 6 دوم 6 به اضافه 2 به اضافه 2 بود. از ما این قیمت خواسته بود که این قیمت بعد از ساده سازی که انجام دادیم قیمتش به دست آمد. آ به طاقت 4 منفی 2 آ به طاقت 2 زد در بی به طاقت 2 مثبت بی به طاقت 4 مثبت بی به طاقت 4 کل به طاقت 4 قیمتش برابر به این بود. این قیمت رو میخوایم به دست بیاریم. حالا قیمت آ و بی را در این رابطه در این افاده سه عدد ضرب و وضع میکنیم. بعد از وضع و بعد از دریافت قیمت گذاری قیمت از این افاده اول ما به دست میاریم. یعنی اینجا ما داشتیم آ به طاقت 4 آ قیمتش وضع میکنیم رادیکال چهارم رادیکال دوم 6 منهای 2 به طاقت 4 خب منفی 2 از طاقت های 2 1 تا میگیریم آ را در بی ضرب میکنیم رادیکال چهارم رادیکال 6 منهای 2 زد در رادیکال چهارم رادیکال 6 به اضافه 2 کل به طاقت 2 مثبت بی به طاقت 4 مثبت رادیکال چهارم رادیکال 6 مثبت 2 به طاقت 4 اون پرانتز هم خودش. این قسمت را اگر ساده بسازیم بعد از ساده سازی از این به دست می آید که همون پرانتز خودش می نویسیم. این 4 به اما اندکس یا درجه رادیکال تمام میشه. چیزی که اونجا میمونه رادیکال 6 منهای 2 میمونه منهای 2
دو. یک خاصیت ما ضرب رادیکالا داشتیم. اگر رادیکالا بخوایم ضرب کنیم، اگر درجه های رادیکال یکسان باشه، از درجه های رادیکال یک دانه میگیریم، از درجه های رادیکال یکش هم میگیریم، یعنی رادیکال چهارم. رادیکال چهارم یک گرفته میشه. زیر رادیکالا یا تحت رادیکالا را بین هم ضرب میکنیم، یعنی رادیکال 6. رادیکال 6 منهای دو، منهای دو ضرب در رادیکال 6. رادیکال 6 به اضافه دو، به اضافه دو. اینا رو بین هم ضرب میکنیم. توان کلیشون که دو هست، دو هست، اینم می نویسیم. مثبت، مثبت این 4 باز به 4 تمام میشه. اینجا که چیزی میمونه، رادیکال 6. رادیکال 6 به اضافه دو میمانه. قوس یا پرانتز ما را بسته میکنیم. ما این از حاصل از قاعده که ما در قسمت رادیکال ها خواندیم از اون استفاده میکنیم. اون قاعده به این شکل است: اگر داشته باشیم رادیکال انعام فرزند A زد در رادیکال انعام B داشته باشیم، این برابر است بر از رادیکال ها یک تا گرفته میشه. سیر رادیکال یا تخت رادیکال یا همون آ را زد در بی میکنیم، آ زد در بی میشه، از رادیکال هم یک تا گرفته میشه. عیناً همون شکلی ساده شده است. پس اینجا میتونیم بگیریم که نتیجه میگیریم برای اون رادیکال 6. رادیکال 6 هم خودش هم می نویسیم منهای دو، منهای دو، منهای. این یک دو تا میشه، دو تا 4 تا میشه. اندکس یا درجه یا همون درجه رادیکال از 4 تبدیل میشه بر دو، از 4 تبدیل میشه بر دو. رادیکال 6 منهای دو زده رادیکال 6 به اضافه دو. این حاصل ضرب قوسای مزدوج هستند. قوس اول حد اول در حد اول ضرب میشه و حد دوم در حد دومش ضرب میشه، یعنی این با این ضرب میشه و این با این ضرب میشه. رادیکال 6 زد در رادیکال 6 باز طبق همین قاعده از رادیکال 6 یک تا گرفته میشه، توانش دو میشه. منفی زد در مثبت منفی، دو زد در دو 4 میشه، 4 میشه. این ساده سازی این رادیکال بود. مثبت رادیکال 6، مثبت رادیکال 6 به اضافه دو، این خودش می نویسیم. پس اینجا نتیجه میگیریم رادیکال 6 یک دانه اینجا داریم، رادیکال 6 دانه اینجا داریم. این دو تا رادیکال 6 میشه، منفی دو مثبت دو صفر میشه، منفی دو منفی رادیکال دومه، رادیکال دوم. این دو هم به درجه جذر تمام میشه، چیزی که اینجا میمانه افاده زیر جذر یا عدد زیر جذر یا زیر رادیکال کمون 6 میمانه. منهای 4، 6 منهای 4، 6 منهای 4 که این برابر است برای دو رادیکال 6 میشه. دو رادیکال 6 منهای 6 که 4ش کم کنیم، از 6 که 4ش کم شه رادیکال دو میشه. رادیکال دو که این برابر میشه برابر است برای دو ضرب در این رادیکال 6 هم میتونیم بگیریم رادیکال دو ضرب در رادیکال دو ضرب در 3 منهای رادیکال دو که این برابر میشه برابر دو ضرب. اینو میتونیم جداگانه بنویسیم، یعنی رادیکال دو ضرب در رادیکال 3 منهای رادیکال دو، منهای رادیکال دو میشه. در این قسمت ما میتونیم یک دانه رادیکال دو را مشترک بگیریم. اینجا رادیکال دو اگر مشترک گرفته شود، رادیکال دو مشترک، رادیکال دو مشترک، دو رادیکال دو زد در 3 تقسیم رادیکال دو میمانه، دو زد در رادیکال 3 میشه. رادیکال 3 منهای رادیکال دو تقسیم رادیکال دو یک میشه. این جوابش هم درست است. یا میتونیم این شکلی هم بگیریم رادیکال دو ضرب در، یعنی دو را میتونیم داخل رادیکال ببریم، انتقالش بدیم زیر رادیکال. پس میتونیم رادیکال 3 ضرب در دو به طاقت دو، دو به طاقت دو منهای یکم بگیریم میشه، یا برابر است بر رادیکال دو ضرب در رادیکال
دوم دو به طاقت دو چهار، 4 ضرب 3 12 میشه. 12 منهای 1 این امان قیمت هایی بود که از سال سازی همان قیمتایی بود که از سال سازی یا قیمتی که بعد از وضع قیمت آ و بی در حاصل ضرب دو تا زیر جمله‌ای به شکل آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو منفی دو ای بی و کل به طاقت دو ضرب در آ به طاقت دو مثبت بی به طاقت دو مثبت دو ای بی کل به طاقت دو به دست آمد. قیمتاش میتونه همین سه گزینه باشه که یکش قیمت از نظر ظاهرش مختلف اما از نظر مقداری یکسان است.